سخن تو را صدا باید کرد. با سلام و احترام خدمت همه مهمانان ارجمند، اساتید بزرگوار و همکاران گرامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در این همایش حضور دارم. من فعلا هستم، معاون فروش و بازاریابی مجموعه داروسازی پارسینه. شرکت داروسازی پارسینه در سال 91 تأسیس شد و 10 سال نخست فعالیت خودش رو در حوزه واردات مواد اولیه انجام داد از کشورهای معتبر اروپایی. من یه توضیح در ارتباط با مجموعه‌هایی بدم که توی پروسه تولیدشون از GMP استفاده می‌کنن و محصولاتی که و شرکت‌هایی که حالا GMP رو اصطلاحاً ندارن. وقتی که خب یک شرکت داروسازی گواهی GMP رو داره، ما دیگه خیلی سوال نمی‌پرسیم که آیا محصول اثر بخش هست